بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، در کتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق علیه شیخان، شیخ محمد فؤاد عبدالباقی، اما احادیثی که بخاری و مسلم چی کردن، حدیث متفق علیه سیر جمع کرده. در اینجا عن عایشه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه چه قسم بود که عادت چی بود که یوتا بالصبیان، اما تفلکا را می آوردن پیشش و ید الله باز رسول الله صلی الله علیه و سلم به او تفلکا دعا میکردن. فاوتی بسوی، میگه یک تفلک پیش آوردن، این که آوردن فبال علی ثوبه، میگه این تفلک چی کرد؟ بال کرد چی در لباسش. وقتی که طفل میگه بال علی ثوبه فدعا بماء، میگه چی کرد؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم آب خواست، فاتبعه ایاه ولم یغسله، باز رو هم که سرش هم تو آب ریختان و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را یعنی لباس خود نشست. وقتی که بچه یک سر لباسش بول کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی آب گرفت هم تو پاشید و رسول الله صلی الله علیه و سلم چی نکرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم از او بولی که در سرش کرده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی لباسای خود نشست. پس وقتی که تفلک بچه اگر سر لباس انسان چی میکنه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار همراه اطفال محبت و دوستی میکرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.